متقاضیان محترم پاسپورت، حالا شما می توانید به گونه آنلاین در هر وقت و زمانی که خواسته باشید از تمام ولایات کشور برای پاسپورت ثبت نام نمایید. قبل از اینکه به خانه‌پوری فرم آنلاین اقدام نمایید و ثبت عکس و امضای خود نیاز دارید که هنگام خانه‌پوری فرم آنلاین باید نزد خود داشته باشید. باید یادآوری گردد که ثبت عکس لنگر با پرزمینه سفید بدون چوکات در سایز 4 در 5 سانتی بدون عینک چشم بوده و از عکس متقاضی بیشتر از 6 ماه سپری نشده باشد. جهت خانه‌پوری فرم آنلاین پاسپورت با وبسایت passport.moi.gov.af مراجعه نموده و با انتخاب نمودن زبان دری یا پشتو داخل سیستم فرم آنلاین درخواستی می‌شوید که در ابتدا صفحه راهنمایی روی اسکرین ظاهر گردیده که برای تکمیل شدن و چاپ پاسپورت نیاز به معلومات و مدارک ذکر شده در صفحه راهنمایی میباشید که عبارتند از اسناد مورد ضرورت، مدت اعتبار پاسپورت، مبالغ قابل پرداخت، چگونگی پرداخت، صدور پاسپورت رایگان، موانع صدور پاسپورت، چگونگی تکمیل فرم آنلاین می باشد. بنابراین جهت تکمیل نمودن فرم آنلاین به گونه موفقانه راهنمودهای مندرج را دقیق مطالعه نموده و درخواست نمایید. که پس از انتخاب گزینه درخواست در پایین صفحه راهنمایی داخل فرم آنلاین درخواستی پاسپورت می شود که شامل 9 مرحله می باشد. مرحله اول که معلومات شخصی بوده، مرحله اساسی و بنیادی بوده و در رسانیدن معلومات شخصی خود از دقت کامل کار بگیرید که نخست یکی از گزینه‌های لقب رقاقا و یا خانم می باشد انتخاب نمایید و متعاقب آن نوع درخواستی بوده که از گزینه‌های تجدید و یا جدید یکی را انتخاب نموده و بعدا نام، تخلص، اسم پدر و پدرکلان را در طرف راست فرم به زبان‌های ملی و در طرف چپ فرم به زبان انگلیسی تایپ نمایید و متعاقب آن تاریخ تولد خود را به هجری شمسی و میلادی در خانه‌های خالی مشخص شده برسانید و به تعقیب آن وظیفه، محل تولد، محل سکونت، حالت مدنی، نوع سند هویت یعنی تذکره و در چوکات‌های خالی آن معلومات مربوطه‌اش را برسانید و در اخیر جنس، رنگ مو و رنگ چشم و اندازه قد را به سانتیمتر رسانیده و در اخیر صفحه کد انگلیسی موجود را در چوکات خالی آن تایپ نموده و شامل مرحله دوم شوید. در مرحله دوم ساخت عکس و امضا را که از قبل تهیه کرده اید ضمیمه یا آپلود نموده و داخل مرحله سوم شوید. در مرحله سوم آدرس را برای به دست آوردن پاسپورت که شامل ولایت، پستخانه، نمبر کوچه، نمبر خانه و شماره تلفن می باشد مشخص نموده و داخل مرحله چهارم شوید. در مرحله چهارم اگر تقاضای پاسپورت تجارتی را دارید معلومات شرکت خویش را که در فرم از شما خواسته شده درج نموده و شامل مرحله پنجم گردید. در مرحله پنجم در صورتی که تخصص خود را غیر از شغل آزاد و خانه انتخاب نموده اید لطفاً معلومات آخرین سند تحصیلی خویش را مطابق فرم رعایت نموده و شامل مرحله ششم شوید. در مرحله ششم معلومات خواسته شده در فرم را که در مورد وظیفه شما می باشد درج نموده و شامل مرحله هفتم شوید. در مرحله هفتم در صورت داشتن پاسپورت قبلی معلومات خواسته شده در فرم را دقیق درج نمایید و شامل مرحله هشتم شوید. در مرحله هشتم در صورت داشتن سابقه جرمی معلومات خواسته شده در فرم را درج نموده و شامل مرحله نهم شوید. در مرحله نهم که مرحله تکمیل کننده درخواستی پاسپورت می باشد و درخواست خویش را احداث می نمایید که در آن نوع پاسپورت، مدت پاسپورت، کاتگوری پرداخت، نوع جریمه، نوع درخواست، قیمت قابل پرداخت می باشد مشخص نمایید و معلومات درج شده را دقیق مطالعه نموده دکمه ثبت و چاپ را فشار دهید و بعد از انجام مراحل مقتضی دکمه ارسال و تایید را فشار دهید تا درخواستی شما ارسال گردد و برای مرحله بایومتریک به ریاست پاسپورت مراجعه نمایید که بعد از این مرحله پاسپورت ملی خویش را از پستخانه مشخص شده اخذ نمایید.